همون نمارد که مثال حقارت کرد همون بنویسم همون ما بنویسم همون ما زنگ زد نه که با جای نمارد مرد زنگ زده ولی میرم پیش نیاجید نامدن نیاجید انا با هم خاطر این دویم سریاش فقط گپ داشت میگن نه خود ننگ نموسی مرد که تکجو مثال تو خستی از آن چرا خیلی کردی السلام علیکم و رحمت الله نشوای ایجا با فکرم بسیار یادش نقطه این بازار فود سیتی ای پیش شادی جان اومدیم با همون رازباری که بود که همون حل کردیم اومدیم ان شاء الله باید خوب شوه به خاطر که بیا گفت کما ای بگا تا سهار کار میکنم با این خاطر بگا اومدیم برای دستگیریاتون کو تشکر زیاد برای لایک و کامنت‌های خوب نوشتگیتون پادلیتون باور که بین یاد میندارم ان شاء الله ویدیو را تا آخر تماشا کنیم میریم ان شاء الله الان دویم اتاج خدا خواه قدیش با یک صحبت میکنیم رازبار پول می حل میکنیم ویدیو را تا آخر تماشا کنیم رفتیم اینا برادران نگاه کنین که هشتم پاویلیون اومدیم دویم اتاج مردم کور کردن شوای نگاه که مردم کور کردن جوی پخت پادشته شدی را نگاه شدی را نگاه کور کردن دیدی نه بهناد میکنه ولی میرم پیش نیاجید نامده نیاجید نامده السلام علیکم و رحمت الله شدیدن چه سلامتی خوب بخشش نه همه صدا اوز بیستک ما خطا یک تا چی میمونو اوز بیستک انا ایرا بگی چه دیگه کارو خوبه الحمدلله تکما وگاه نکردم چابوناگوی کسی نه هم خیلی نه که توش نیداسیم که اما تیش بخوش کارو خوبه اصلا بوشی تری اما دکای نمی کار برا میجای کار برا کای نمی فقط نون پزی و فطیر پزی درام خدمت مردم ماشاءالله بهترین چی با او چه خیلی داخل تشویش دادن چه کردن زنگ زدن یگون کس دیدی که مردم چه دستگیری میکنن مردم تو باشه شده جون دوست می‌داره بچه که مهنت کشی نه پسکم مردم بخدا خیلی یگون کس زنگ زد نمرتون بده بخدا روسیا بسیاری زنگ زده کار میکنه زیاده از چند نفر اگر روسیا پایین چت تلفن ما کرد چیکن نشون تو حسابش کانا میشه بله مرسی برادران روسیا بخدا یه روزم بین اسرین خیلی اومدم کور داکا همنا کورم سار کردم که هم تلفن درم چی میگم یک نگاه میکنم خیلی میواردارم اکا میگم میگه اکا ویدیو تا تماشا کنیم خیلی دل موندن نشم خیلی دلتی کسا حیرانم دا ولی نمیدونم که ویدیو را شما پارتگی انده چی بعد نگاه میکنم در درون یوتیوب کی وا شما وای پارتگی بدسن درک میگم خیلی گپ شد بله راست گپ اکا بخشش ده اکا نه با حضور میانه طرف است وقتی ما راحت کردیم وقت کار کردیم کو این شاو پر میگیری جدا اکا شاو تو سحر اکا نمی هول ده اکا ماشاءالله هیچ خمیت ماسکا کشیده چی میشه فاتیر ماسکا میکنی یا اکا فاتیر قلمه چی چاکی اکا دستی بچه شد یعنی تو یک هست پختگی شد یعنی شده تمام با ان شاء الله کار دوام کنه اینا نگاه کنیم برادرها که مهنت میکنن از سحر از بیگاه تا سحر اینجا شب هم محکمه اینا کار میکنن ای ماشاءالله اینا دیدی نه برادر فاتیر قلمه یا شکرها باشه می فاتیر قضیه باور که جانان میشه قرطو ماشاءالله بهترین بخیر چی گپ شید با که چون نویسنویس زنگ سر شید باور میکنی ای لایک همون ویدیویی که ما کردیم تو همونجا ای لایک شد تو کامنتش ما باور میکنی مردمی توجیه برادرها و خوارا خاطر دستگیری دوست نداشتن این باور که دلتیری دادن تو ما گپ ندادم در بشه الان شاید یاد کامنتر را خوندم اکا یاد تانه روسیا همش خوندم اکا بعد کار رفتم اکا خونه داخل همین روز کشیدم همین فقط کامنتر خوندم روسیا ماشاءالله یاد برادرش نوشته که انا اکاجم با خدا دهمو کینو من نطوری حس میکنم اشک چشم مادر دیدم قریب حقارت می نوشتم من خیال میکنم این چیز ریال نیه مثال تو هم خیلی شد بسو که اکا روز نه کینو نسرن هم اصلا دایده دردم همه سیاخشن من تاجیکتون بلاسم خیلی ازبک میسن خیلی شهر ازبکستان قیس شهر ماشاءالله بعد اکا روز انا چی کردم گفت من ریال
چی میکنم اون روزی که وای کینو دا تیار نبود خودت میدونی که هم افکار خونت روزی که شاوکور سهار رفتم با وایدا خیلی اعصاب مونده خیلی ایوده همون فیلم روزی که خودم نبرم برآمدگی گیجا یک برادر من میفهمم برادر اون شخصیتی که مثال میگم در رول بد بازی کرد او معنای او را نداره که این شخصیت آدم بده این بد نیست الحمدلله بهترین انسان است فقط همون خاراکتری همون چی را نشون میده همون اکتور را نشون میده مثلا همون بازی کردن در همون رول همون را نشون میده حتی خیلی آدم بد نیست شما خیلی فکر نکنید که آدم بد بهترین انسان است باور میکنی در همون کامنت‌ها کینو هم گفت بعد از همین اورا که رازبور کردیم اون سال گپ شما روزی نشیدین کو همه کامنت‌های خوب میندارگی خدا کو بهش خیلی گفته استماد با برادر و خواهرای تاجیکو حتما برسون سلام دوست نداشتم باور نکنید من راستی باور نمیکنم اگه بعد زنگ زدم با خیلی برادر علی یک کس میگن از سان پترزبورگ زنگ زد راستی در نمراتون زنگ زدم هم نمرو دا زنگ زد نوار داشتم راستی خوب بودم در روزانه اگه هم نمرو دا زنگ زد هم مثال انا واتساپ دا زنگ زد گلوس پارتو خیلی برادر بوی خدمت شدم جای راستی بسیاری ها بشید بسیاری ها زنگ زدن اگه همین اول پرسی کردن خیلی گپ زدن مثال همین چی کردن ده دیلتی کردن خیلی من میخواستم که همون نمرد که مثال حق خورد کرد همون مد زنگ زد نه که بجای نمرد مرد زنگ زده با خدا همیشه در به حد خواستن شنوه که من حاضی اکا ای تماشوبینو نی ای خودت خواهش میکنم اکا با هم ریالو همه باید همه وعده کردیم قسمی دو میشه گفتن خواستم من خواهش میکنم که همه چیزا راست گپ اخیرش خیلی همون که مثال با همین بچه با مقصدش رسید من میخوام که همه چیز با قسمی دو شوم خطا با فریب کنه بود فهمیدم خطا با فریب کنه بود ایرپورت بگرده دیگه جبرای ایرپورت را یکون پرابلم اگه موجود یکون زن داشت اگه من مقصد خطا فهمیدم برادرم اگه ایجاد گپ زایست من نمیکنم من دیدم کامنت‌ها که بسیاری نفرها خصوصا دویم سری شوا ایجاد زایست هنوز مغازه زیارت شو میکنن هم مغازه زیارت شو همه همین برادرها خواهرام میدونن که چی مرکز خدمت رسانی است اونجا فقط حجامت و روی گیاهی دارن همین باور که دستگیری همین برادرها خواهرها که همینجا مثلا از خدمت رسانیش استفاده میبرن مثال وای ما مبلغ جدا میکنه یک معین مبلغ معین جدا میکنه ما همین فیلم بناور میگیریم ایران مکه زوی سیامی میکنه مثال گپ این ابو بنازکی دید که مغازه زیارتشو کو هم حجامه زنکوش و زنانه شوی که این ابو بتونه که خواهر و اپا و مادر از این مثال تو سمیاوی را بله سمیا اگر که اولای باشن کو همون یک پدیز ده فقط 12ام 22 اتاج ده مقصد انا با هم خاطر این دویم سریاش فقط گپ دامه مثل مرکز خدمت رسانی زیارتشو اگر که ما رو اسپانسری کنه اگر که ما رو دستگیری کنه چی بنه ابیزات این مسئله را من ببینم ما بسیاری کامنت‌ها خوندم که دویم سری گفتن اینا ما حتما مسئلهش هم میبینم ما اول الله خودش رو یک دعا بکنن ان شاء الله دستگیری کنن میشه ان شاء الله بیگا تو سارا کار میکنه نه ما سامسا میپذین خلاص میپذین همه سامسون نو نیجا سال هسته سامسون ورقی هسته ماشاءالله انا یک سوال باید میاد همین جای کار کردی سبب یگون که نفر پیدا شده که همین کلینت اومده خرید کنه و بشناسن چند نفرش دیگه برای ما راست گپ بغیر فیلم شما انا سیم فیلم گرفته سینا کم چند فیلم های دیگه در بازی کردم بازی کردی نه فیلم اوی سرد است یکا سرنوشت است یکا با خیلی نصیب باشه اگه مثال بخاطر همین برادرایی که مثال دستگیری کردن چی کردن من راست گپ تا همین وقت کانال خدمت نداشتم یک چی پیش همین خیلی اکانت خدمت هایی که بودم که با هم ریالا من میخواهم که همین چیز ما بخاطر همین برادرها پیش برم همراه شما ان شاء الله با هم رخته همراه شما روی اکران نمیمونم همراه کلوت مدیا که ان شاء الله همراه شما همراه برادر زیارتشو و مغازه زیارتشو ان شاء الله با هم رخته همکاری میکنیم خدا خواسته باشه اکا جان پیش میریم و البته که با دستگیری برادرها اکا حتما و یک سوال دیگه با شادی جان شیدگی که جای رفته باشه اون کس دیده باشه شناخته باشه نفرین کرده باشه باشه که چی باید خیلی کردی بدهی دکجو یک چند نقل کنی مسکو دا بسیار شیدگی برای که مثال چخیل او میگه برادر میگه تو
برای همون فیلم زنی چی؟ موجی میگن نخود ننگ ناموسی مردکی تکجو مثال تو خیلی از زنی چی را خیلی کردی تو خیلی کار کردی میگه خیلی خیلی میگم برادر وای کینو خیلی بردیم رفتیم 6 تا مکه چخ که ما صحبت شدیم خیلی وای چی شده گفت که وقت دلش تسکین یافته وای راستی غضبناک بود اکا قرار زنگ کشته یه واقعه دیگه رو نقل میکنم اکای شام سایکو دام زنی موجود بازی کرده میگه یک معرکه دا میگه شتگی میگه همین گاب زایستم و خودش کم کم برندگی میکنه میگه گاب زایستم یک همین کامپیر میبیه همون با انسان میگه که بچه‌ها قبل انصاف بی وجدان بوده همون بختر در همین خونکی زمینسان زدی همونجا سر کردی مقصد که این واقعا میشود دیگه الحمدلله که ما را هر جای میبینن احترام میکنن من میدارم اولش الله مهربان آبرو رو نصرت الله خودش میتیه یکی ما همه برادران خواهر و اپا میدارم که ما را هر جای ببینن الحمدلله با یک چهره خشک پیشواز میگیرن ان شاء الله شما هم دیدین که شما را چقدر دوست می‌دارن ما یک چیز اکا نه تنها ما شما هم میشناسین اکا امرش پوری اکا یک اکتور هند است وای باید با تخلص موگامبو میشناسن بله موگامبو بله بهترین انسان و یک چخل مسلمان هم نبوده یکی بهترین خاراکترش بهترین انسان بود تو представить که وای شخصی ایخدش یک صغیره خونه داشته که باور میکنین اکا وای راستی گفت سال تاریخ چند نمیدونم اکا یکی سال وفاتش اکا 2005 بود وای راستی گفت بز اکا اینترنت در وقت جنازه‌اش نگاه که اکا هر یک مردم باور که جان میوی اکا چرا وای به هر جمعیت بسیار شدگی دوای وای همین فیلمایی که در نقش بد بازی میکردن همین قدر مثال خیلی ما مایده بودیم اقراچه میکنیم ایستوسه بعد خراکتری هوایی را آموختیم نسام دلی و همین کاری میکردگی شد درآمدی میافتگی شد فقط در صغیر خونه فقط صغیر خونه ده یگون مقداری که برای مثال روزگار خیشا بردن مثال اویلهش بردن میپرداخت دیگه ش فقط صغیر خونه ده میبرد سر لباس خرد خوراک همه چیزا میکرد هوایی مثال در فیلم نقش بد بازی کنه که روحان بگم خیلی حیات ده واقعی آدم خیلی چی بود بهترین خیلی که مینداری برادر دکو مینداری بکن هزار رحمت کلام مادرو در هر اون نفری که دعا کردن در حق هر اون نفری که سخنان خوب زدن کو ان شاء الله مینداری که با ما اخیر در یک سخن نگاه میکنم سلام علیکم یا مینداری که سلام علیکم کارا خوبه بیا رفتیم سری جان هزار رحمت کلام برادرو هر اون نفری که مثال کامنتر نوشتین کامنترهای خوب و ما در قدر کردن مثال نمرون در زنگ زدن هزار رحمت مینداری خدمت به هر یک تا شما میرسونم انشالله ما وعده میتیم امروی اکا عبدالله جان امروی مغازه زیارتچو بله انشالله فیلمای نغز پیشکش هر یک تا شما بگردانیم بله برادران و خواهران اهل اسلام ما هم مینداری خدمت مینداری شادی جان مینداری مغازه زیارتچو با همه شما میرسونم تنسیت و خونه آباد باشین هر جایی باشین و دعا میکنم که هیچ وقت سرتون درد نبینه هر جایی باشین تنسیت باشین و چی گفتنی هستم با اون نفرهایی که سخنهای بد مینویسن چقدر که در اون نوار گفتیم جنگل بشوا نمیشه با هم خاطر پوسکای نویسن گیرن ما در اون نفرها یک چهار مثل شعر گفتنی هستم ما عالم مهریم بدل کینه نداریم جز مهر و وفا ثروت گنجینه نداریم مسکین و فقیریم همه مانده کاشانه دنیا بر نیک و بدی هیچ کسی کار نداره ما شاخی درختیم چو یک میوه توحید هر رهگذر سنگ زند کار نداره و این خاطر هر اون نفری که چی کاری که میکنه شادی جان انشاءالله او را به خدا میسپاریم او انشاءالله نگاه کرده بسین خدا خواهد فیلمای نو با نو خدا خواهد در آینده ها انشاءالله خیلی برای کار برادر ساعت همونجا 10 شدیسته شاول با ما اوسیسته خانه میرم یا میمون دارید میکنم انشاءالله تا کارت نمون بینیمت باور که دستای تو گلای باور قرآن برکت چبتی انشاءالله که هر قدری که میوی کو مهنت کو برکت شه انشاءالله در عمر جون در فرزندت میتونه سلام مال شیخ خدا نگهبان شد جان وقت نمیگیرم گرگون زی بکورید میام انشاءالله بشنه صحبت مال تشکر زیاد برای وقت نگرفتن معذرت خب مال خدا نگهبان خب الله نگهبان تو باشه